گفت یه سگی داشت میمرد تو بیابون، صاحبش داشت واسش اشک میبارید، انقدر گریه میکرد. یکی رسید و گفت واسه چی داری گریه میکنی؟ گفت واسه این سگم دارم گریه میکنم. روز صیادم بود و شب پاسبان، تیز چشم و دزدگیر و صیدران. گفت دردش چیست؟ زخمی خورده است. گفت چشه؟ گفت جوع کلب زارش کرده است. گفت گرسنشه. گفت خب تو اون خورجینت چی داری؟ گفت نون و غذا دارم. گفت خب یه لقمه بهش بده بخوره. گفت نه، این پول پاش رفته ولی گریه مجانیه، تا صبح میتونم واسهش گریه بکنم. حالا این داستان زندگی ماست، خیلی عجیب غریب نیست ها. تا موقعی که هستن دیگران نیاز دارن به کمکشون نمی‌کنیم. به مجرد این که از این دنیا میرن شروع می‌کنیم به گریه کردن. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود. گر نپرسی از غم و احوال او تا زنده است، بعد مرگش گریه و زاری و نالیدن چه سود. گر نرفتی بهر دیدارش همی تا زنده بود، خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود. گر نکردی یاد او ای جان من تا زنده بود، سنگ مرمر روی قبرش وانهادن هان چه سود. قدر شناس باشیم نه قبر شناس.